زائده دروغی و جعلی از صحنه جغرافیا محو خواهد شد. ملت‌های دیگر هم با ملت ایران بیش از سالهای قبل هماهنگی و هم آوایی داشتند. این حرف جدید نیست. تقریبا هر سال یا حتی هر ماه چنین ادعاهایی مطرح می‌شود. تهدیدها و فقط چقدر زیاد شده. من به یاد انتخابات قبلی در ایالات متحده میندازه که درست در همین زمان و به همین شدت تهدیدها بالا گرفت. ببین در ایران هیچ ارزش اهمیتی به حمله اسرائیل به ایران نمیده. در طول سالهای متمادی سعی کردند کاری کنند که ماجرای فلسطین از یادها برود.